برپا زهر مار. کی گفت فرپا؟ کی گفت؟ همین الان بعد اسم شما هم بگین کی گفت؟ تا 2 دقیقه گستش پر رو میزنم باشه من یعنی کل کلاستون رو میندازم. به شما رو بدیم میخوای انگشت جای آدم کنین. آقا ما که چیزی نگفتیم ببخشید. نماینده کلاس کیه؟ نماینده ماییم آقا. پاشو ببینم، پاشو همین الان اینو ببر دفتر پیش آقای احمدی مدیر، بگو معلم گفته این سر کلاس خوری کرده، شنبه بدون اولیا راش نمیدم. یعنی ما اینجا اگه 5 تا گوساله آورده بودیم چاق کرده بودیم از شما بیشتر سود داشتن. گوساله باز یه گوشتی، شیری، پنیری چیزه میده، شما فقط بلدین صداشو در بیارین. لسوری به من چیز خرو، من اگه مادر تو رو ببین. به 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 به، لسوری بفرم مادرتون تشریف آورده. عجب مادری، خدا حفظش کنه. بفرما پسر گلم، مادرت اومده، برو پیشش. بچه‌ها اگر به من قول بدید رو خودم و ماشین من خش نمیندازین تا آخر سال، نمره شما رو رد میکنم. اگر موافقی درس رو شروع کنیم. الله سقط، در را ببند. ولیحم من الدین و سبت. 1 سبت سیب خرید علی. والله احد، در را ببند. مذکر. آره خلاصه اینم شد از داستان زندگی من. بچه امروز خیلی صحبت کردیم، کم کم بعد بریم درس‌ها رو شروع کنیم. کتابا رو باز کنیم. صفحه 1. بچه ها زنگ خورد، خیلی حیف شد. این هفته هم نتونستیم درس بدیم. هفته دیگه امتحانه، همه بخونی خودتون آماده کنین. آقا چه امتحانی؟ شما که هنوز درس ندادین. اینجا من میگم چیکار کنی چیکار نکنه. هفته دیگه امتحانه، همه بخونین آماده باشین. اگه تا اینجای ویدیو همراهی ما بودی خیلی خوشحال میشم نظرتون زیر کامنت کنی. برای تولید ویدیوهای بیشتر به حمایت شما نیاز داریم. ممنونم که حمایت میکنی.